بله خانوادگی دیگه، اگه با همسرم باشم بله تصمیم گرفتم، ولی خودم مسکن. نه. بله. بله. خیلی متاسفانه. رو کدوما؟ اگه پول داشته باشم طلا. مسکن. من الان دوست دارم کارآفرین باشم، ولی چون کل عمرم همش کارمند بودم یه جور میترسم از اینکه بخوام خلاقیت به خرج بدم، از اینکه بخوام یه شغل جدیدی رو استارت بزنم تو زمینه حالا هنری یا هر چی. روی تو طلا. کار تولیدی بله. زمین تو شمال. طلا. فکر کنین سال 1372 یعنی 31 سال پیش و شما 1,000,000 تومان سرمایه دارید. این 1,000,000 تومان رو کدوم یکی از اینا سرمایه گذاری می‌کردین؟ رو هر کدوم بود بچسبونید. من هم طلا رو ارز. نیفته. ببینید خانم ها در طول قرون گذشته مادر بزرگامون تا الان همیشه رو طلا. تو مسکن. اینجا. طلا. فکر کنم 1000 برابر. اصلا نمیتونید حسابش کنید، خیلی زیاد. الان شاید 10 میلیارد شده بود. احتمالا بین 5 تا 10. حداقل 200 برابر شده بود. 1,000,000 بالا 100 برابر. حداقل 10 برابر. 1,000,000 1,000,000 و 197 میلیون تومان. خیلیه. 931 برابر. میلیارد و 197 برابر. $931 میلیارد تومان. توی ایران شاید بورس. ارز. ارز. بورس تو این چند سال آخر که میدونم خیلی ریزش داشته، اینو من میدونم، ولی خیلی بیشتر شده دیگه، اصلا صفرش قابل شمارش نیست. آره 1197 برابر. 4 میلیارد 4 میلیارد و 852 میلیون. درسته؟ توی بورس سرمایه گذاری کردم، انقدر آسیب دیدم که دیگه نمیرم سمتش. 4 میلیارد و 852. 485 برابر. 4852 برابر. میلیارد و 852 میلیون تومان. حدود یعنی تا اینجا بورس بیشتر. پس چرا الان هر کی تو بورس سرمایه گذاری کرده میگه من باختم؟ ولی خب اگه قطعا اطلاعاتشو داشتم رو بورس سرمایه گذاری می‌کردم. بذارید من کنجکاو شدم بقیه رو بی اجازه نگاه کنم. این که کمتره 192 برابر، این یکی هم 900، پس این کمتر از همه ارز